بچه اومدیم ما راجع به تیم ملی فوتبال برزیل ویدیوی براتون گذاشتیم که گفتیم راجع به تیم ملی های دیگه و ما اومدیم سراغ فوتبال انگلستان. خب انگلستان تیم ملی فوتبالی که در کشور انگلستان در مسابقات بین این تیم تحت کنترل اتحادیه فوتبال انگلستان باشه و همچنین که در جای واسم فوتبالی با یعنی ایده بودم بکنه که دیگه نخوندید بچه این چیزو ما میخوایم تحقیق کنیم. خب بچه ها ورزشگاهشون مربیشون بیشتر بازی ملیشون همه چیز نوشته و خب یک با لطفا یک با مقاسم حضورشون 2019 بودی توی بچه این داخل بهترین نتیجهشون مقام سومی بوده. حضورشون توی یک نمیدونم بچه چرا اینو نوشتی ویکی‌پدیا. یک نخستین حضور در 2019 حضور در نخستین مقام دوم نتیجه جام جهانی 15 ورزش یافتن یک قهرمانی دادن توی جام ملت اروپای قهرمانی دارن دیگه ملت هم یک قهرمانی دارن. پوشش رسانه‌ای مسابقاتشون ITV پوشاک تیم ملی ادمیرال یک مارک آمبور نایک نمای گاه انگلیس و این چیزا بچه نوشتن که سرود خدا نگهدار ملکه بادوان نازیگه اینا مربی هاشونن اینا چه دوایی بودن بچه بریم همینجوری هستن مربی بچه تا بچه خب بازیکنان تیم ملی آشون هستن نگاه همینجوری دارم بکل پا پیتشار جون که تو بازی گود پیتشار تو میکنه نزد است منشو بازی انجام دوازمون رونی دیوید بکام استیون جرارد بیشترین بازیکنان تقریبا بشه میشه بگم دیوید بکام بوده استیون جرارد هم بوده وین رونی هم جزشون هست فرانک لامپارد هری کین و بچه تاریخ خیلی داشتی انگلستان میلانی رو که چی بنسه میلانی رو که شکنی داشتی بچه بس بچه نتیجه و اینو نگاه کنید بچه تغییرات زیاد بهتون انجام بدید قهرمانی. خب بچه پارت یک این ویدیو رو این تبدیل به پارتی گری استیونز اتخاذ همین چیز جام جهانی
اولین چهارمی دارن یک چهارمی بود دومی دارن و سومی و یک نمینهایی دو تا بزن tamam بریم سراغ چند کشور دیگه هم بودم این کشور پیکی نمی کنم سازه بینیم باشه باشه با بقیه تیم ها همراه دون اینم تیم ملی بانوانشونه که توانستند بهترین پیروزیشون 26 باتی فیلش کردن 3-2 اسکاتلند بردن بهترین باختشون هم 8-6 نروژ بوده که توانستم تیم ملی بانوانشون هم قهرمان جام چیز کنم جام ملت‌های اروپا آرنولد کاپ دو بار بردند جام جهانی رو 2 بار یک فینال داشتن یک سومی جام ملت اروپا هم 2 بار بردن